بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه شما خوبان و گرامیان. امید که لباس صحت و عافیت را به تن داشته باشین. امروز در کنار جوان عزیزی قرار دارم که دل اگر سنگ هم باشه برای از او آب میشه. نوید جان 18 ساله من امیدوار هستم که به لطف الله سبحانه و تعالی راه برای تداوی این جوان عزیز پیدا بشه. از این که بیشتر نمیتونم صحبت کنم عفو میخوایم. از الله بزرگ برای جوان نازنین شفای عاجل و کامل را خواهان هستم و دعا میکنم که الله بزرگ هیچ انسانی را به چنین مریضی ها گرفتار نکنه. این جوان یک پدر ریش سفید و کهنسال داره و متاسفانه کدام برادر کلان و کدام کسی دیگر را هم نداشته که به فکر تداویش بشند و توان مالی و اقتصادی هم نداشتند که او را از ولایتشان کاپیسا برای تداوی در یک جای درست انتقال بدن. خداوند متعال برای جوان صحت کامل و شفای عاجل نصیب بکنه. سلامت باشین.